سلام، ممنونم که کانال خیاط شو رو انتخاب کردی. برای دوخت کلاه روسی پارچه خز به اندازه 60 در 20 سانتی متر و 20 در 20 لازم داریم. قسمت تکه 20 در 20 رو از وسط به دو قسمت 10 سانتی متری تقسیم میکنیم و یک دایره به شعاع 10 سانتی متری میکشیم. این قسمت برای قسمت بالای کلاه لازم داریم که حتما باید فرم دایره باشه تا حالت خوبی بگیره. اگه شکل بیضی یا شکل تیزی داشته باشه فرم دایره فرم کلاه به دست نمیاد. با قیچی برش میزنیم دور تا دور رو آماده میکنیم برای دوخت کلاه. حالا وقت دوخت قسمت‌های کناری لبه بلندتر پارچه 20 در 60 رو به شکل حلقه در میاریم و اون قسمتی که لبه ها رو با هم به اندازه 1 سانت جا دوخت می‌دوزیم و دایره رو به قسمت بالای حلقه وصل کنیم تا شکل اصلی بدنه کلاه تشکیل بشه. لبه‌های کلاه که به هم دوختیم کلاه رو برمیگردونیم. کلاه ما آماده شد. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید.